بسم الله الرحمن الرحيم. نمادهایی از شجاعت و استقامت به تلاش‌ها و فداکاری‌های شما افتخار می‌کنیم. خداوند شما را برای مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی برگزیده است. افتخار کنید و با ایمان به پیش بروید. هیچ چیزی نمیتواند عزم و اراده شما را بشکناند. شما در راه الله تلاش میکنید و اساس قوت و قدرت شما ایمان به الله است. نشست‌های ایمانی، دوره‌های شرعی و تکتیک‌های دقیق و منظم نظامی هر روز شما را قوی‌تر و آماده‌تر می‌سازد. هیچ مانعی نمی‌تواند شما را متوقف کند. سخت کوشی و تمرین‌های مستمر شما را به قهرمانان واقعی میدانهای جنگ مبدل کرده است. شما مانند کوههای استوار هستید. هیچ طوفانی نمیتواند شما را از پا درآورد. به نصرت الهی رعب و ترس قلبهای دشمنانتان را فرا گرفته و اندامهایشان را به لرزه در آورده است. در موجودیت شما هیچ دشمنی جرأت نمی کند تا به سوی سرزمین ما چپ نگاه کند و امنیت مردم ما را اخلال کند. شما با تمرینات منظم و پیگیر همانند فولاد آب دیده شده اید. شاهین گونه به دشمن یورش ببرید و دشمنان خود را از پا درآورید. زحمات و تلاش های شما در تاریخ ما جاویدانه میماند. مسیر نسل‌های بعدی ما را به سوی عزت و افتخار آفرینی روشن می سازد. دعای مردم مسلمان ما با شماست. بدانید که در راه سعادت دنیا و آخرت گام میزنید. بدون شک سربازی که با الله متعال صادق باشد برای خدمت به دین و بنده های الله به دنبال انجام سخت‌ترین تمرینات و یادگیری جدیدترین تکتیک ها باشد، با گذشت هر روز قله های بلندی از قوت و قدرت را فتح می کند و به یک سرباز متعد و شکست ناپذیر مبدل می شود. از هر گام شما در دل ملت رنجیده ما امید سر میزند. هر استعمار سپین ستورو مونږ یو باوري
جهاد د بدر کړی مو هر وخت کلک گزار دی په الحاد اعداد 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 با هر حرکت شما پایه های نظام شرعی مستحکم تر می شوند. اعداد معسكر 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 دا الجهاد معسكر دا الجهاد معسكر دا الجهاد با اراده های نیرومند و توکل به الله و پیش بروید. شما مایه عزت و غرور مردم ما هستید. نثاریو په هر ډګر آباد اعداد اعداد اعداد